شیعه و سنی نوشتن، همه نقل کردن تو غزوه خندق که قرآن ازش تعبیر به جنگ احزاب میکنه. همه آمده بودن به زعم خودشون برای همیشه پرونده اسلام و مسلمین و نبی رحمت رو بپیچند و قاعله رو خاتمه بدن. همه آمده بودن. پیغمبر با تجربه و زیرکی جناب سلمان پارسی که افتخار این ملت و این مرز و بوم بود، برای اینی که مانع این عمل کرد بشه خندق میان دور تا دور حفر میکنن. تو این قصه همه میدانید، مستحضرید، عمرو بن عبدود از دهانه خندق رد میشه. کسی که یک تنه با 1000 نفر پنجه در پنجه میکرد، در کمال وقاحت به پیغمبر میگفت یا ابن عبدالله هل من مبارز، پسر عبدالله حریف داری بفرست، من در مقابلش حاضرم شمشیر بزنم برزم. یه زمانی بنده بحثی رو مطرح میکردم با عنوان بهشت. یکی از قسمت‌های بحث بهشت ما به اینجا رسید که پیغمبر در روزگار 23 ساله رسالتش برای کیا بهشت و ضمانت کرد. برای کیا پیغمبر گفته تو اهل بهشتی، من اهل الجنه. یکی از جاها همین غزوه خندق بود. وقتی عمرو بن عبدود میگفت حریف میخوام، پیغمبر فرمود هر کی در برابر عمرو بن عبدود بره میدان و تجربه و طعم شهادت رو بچشد، من پیغمبر بهشت رو براش ضمانت میکنم. هر کی بره مقابل این ملعون شمشیر بزنه، هر کی بره مقابل این شمشیر بزند برزمت، من پیغمبر، من رسول ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، بهشت رو براش ضمانت میکنم. آیون یک نفر از جاش کسی بلند نمیشد. چنان وهم و ترس بر لشکرگاه مسلمین حاصل شده بود که به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه چنان آرام نشسته بودن که گویا پرنده‌ای بر روی سرشونه و اینها وهم این رو دارن که این پرنده بترسد و پرواز بکنه. به حدی ترسیده بودن خیلیاشون که صدای اصابت دندون به دندانشون رو بغل دستیشون میشنیدن. حتی پیغمبر دفعه دوم وقتی گفت کی حاضر بره، یکی بلند شد که اسمشم نمیخوام از جایگاه منبر ببرم، گفت پیغمبر تو میشناسی این کیه؟ این یک تنه با 1000 نفر حریفه، معروف و مشهور بین عرب، تو یک جنگ سپرش شکست، کره شتر رو روی یک دستش بلند کرده. ضمانت میکنی بهشت رفتن در مقابل او، مرگ مسلمه، برابر او حاضر شدن مرگ قطعی است. امروز آمده فاتحه همه رو بخونه و قاعله رو برای همیشه خاتمه بده. اما هر بار پیغمبر میفرمود کی حاضر بره، تاریخ نوشت یه نفر در مقابل پیغمبر بلند میشد میگفت یا رسول الله من آماده و حاضرم در برابر او حاضر شوم و پنجه در پنجه او بکنم. 2 بار پیغمبر فرمود بنشین علی جان. به تعبیر من میخواد پیغمبر با اینا اتمام حجت بکنه، بداند بین اینها کسی نیست به غیر از فرزند ابی طالب که چنین شجاعت و فتوت و مردانگی داشته باشه. اما تاریخ می‌نویسه دفعه سوم وقتی پیغمبر فرمود کی است که حاضر بشه در مقابل او شمشیر بزنه، او که در اون سوی میدان نعره میکشید و خود رو یک قطاز میدان معرفی میکرد، یه مرتبه صداشو بلند کرد انا عمرو بن عبدود، منم اون یک قطاز میدان عرب، منم که یک نفر با 1000 نفر حاضرم پنجه در پنجه کنم. همه نوشتن پسر ابی طالب وقتی از جا بلند شد، قبلی که به پیغمبر بگه من حاضرم، یه نگاهی کرد به جانب میدان و رو کرد به اون ملعون، فرمود فعلا ابوالحسن. او چه غضب امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میخواست تجلی بکنه، او چه غضبش رو امیرالمومنین میخواست به تصویر بکشه، میفرمود فعلا ابوالحسن فعلا حیدر الکرار، من درنده مارم که هیچ گونه گریزی برای من نیست. پیغمبر فرمود علی جان بیا جلو، مثل که کسی دیگر رو غیر تو ندارم. امیرالمومنین اومد جلو، امامشو پیغمبر به سر امیرالمومنین گذاشت.
شال بندش رو پیغمبر باز کرد، دور کمر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بست. امیرالمؤمنین رو روانه میدان میکرد. آقا شیعه و سنی نوشتن، همش رو به خاطر همینش گفتم که امشب حقیر از جایگاه منبر میگم، به همین جهت مرتضی علی رو به عنوان آقای خودم بعد از پیغمبر برگزیدم که وقتی به جانب میدان رفت رسول خدا دستاش آورد بالا، گفت خدا شاهد باش همه ایمان رو به جانب همه کفر دارم به میدان میفرست. رفت پسر ابی طالب